اینجا مسکو، پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر توی کشور روسیه. این شهر با جمعیت 12,632,000 نفری دومین شهر پرجمعیت در قاره اروپا بعد از استانبول و 11مین شهر پرجمعیت در جهانه. این شهر در کنار رودخانه مسکو و در ایالت فدرالی مرکزی قرار داره و در روسیه اروپایی واقع شده. فلسفه نام اینجا هم در نوع خودش جالبه. نام مسکو برگرفته از نام رود مسکو. در روسیه قدیم اون رو گراد ماسکوف به معنی شهر کنار رود مسکو میگفتن. اولین اشاره به نام این شهر در سال 1147 دیده میشه، زمانی که یوری دولگورکی شاهزاده نوگرادرسکی رو با این جملات فراخونده بود که گفته بود ای برادر نزد من آی به مسکو، و اینجوری بود که اولین بار نام مسکو به این شهر داده شد. جالبه بدونید که از بین جمعیت زیاد اینجا تنها 2% از ساکنین مسکو خودشون مسکویین. از حقایق جالب مسکو اینه که تنها 2% از افرادی که توی این شهر زندگی میکنن اصالتا مسکویین و جد دومشون هم توی همین شهر زندگی میکرده. نیمی از جمعیت 12,600,000 نفری اینجا از دیگر شهرهای روسیه به پایتخت این کشور مهاجرت کردند و سایرین هم از کشورهای همسایه به اینجا آمدن. بد نیست بدونید که کیفیت این شهر به حدی بالاست که تعداد زیادی از میلیاردرهای دنیا توی اینجا زندگی میکنن. از حقایق باور نکردنی مسکو اینه که به گفته مجله‌های معروف 84 میلیاردر توی شهر مسکو زندگی میکنن. مجموع دارایی‌های این افراد چیزی بالغ بر 367 میلیارد دلار تخمین زده میشه. جالب بدونید شهر معروف نیویورک در آمریکا که ویدیوش هم قبلا براتون آماده کردیم با 62 میلیاردر بعد از مسکو دومین شهر مورد علاقه میلیاردر هست. اینجا به حدی بزرگه که حق داره حتی یک کشور باشه. همونطور که گفتیم جمعیتش تقریباً 12,600,000 نفره و تو 10 شهر پرجمعیت جهان قرار گرفته. برای اینکه بهتر این میزان رو متوجه بشین، این تعداد جمعیت برابر با مجموع جمعیت کل کشور نروژ و سوئیس رو همه، یا مثلا پرتغال و استونی رو هم، یا حتی فنلاند و دانمارک. برای هم به متروی مسکو بزنیم. متروی مسکو به عنوان یکی از زیباترین و کارآمدترین سیستم‌های حمل و نقل در جهان شناخته میشه. این مترو در سال 1935 افتتاح شد و از اون زمان به یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر تبدیل شده. ایستگاه‌های متروی مسکو با طراحی‌های هنری و معماری خیره کننده در واقع به موزه‌های زیرزمینی شباهت دارند تا مترو. هر ایستگاه داره ویژگی‌های خاص خودشه، از لوسترهای بزرگ و موزیک‌های زیبا گرفته تا مجسمه‌ها و نقاشی‌های دیواری که تاریخ و فرهنگ روسیه رو به تصویر می‌کشن. این طراحی‌ها نه تنها برای زیبایی بلکه برای تقویت روحیه مردم در دوران شوروی ساخته شدند. سیستم متروی مسکو با بیش از 200 ایستگاه و صدها کیلومتر خط ریلی یکی از پرترددترین متروهای جهانه که روزانه میلیون‌ها نفر ازش استفاده میکنن. گردشگران میتونن با استفاده از مترو به راحتی به نقاط مختلف شهر دسترسی پیدا کنن و از زیبایی‌های این شهر بزرگ لذت ببرن. حالا که صحبت از متروی مسکو شد، نکته‌ای که باید بدونید اینه که اگه توی متروی مسکو بودین و نمیدونستین مسیر درستی رو انتخاب کردید یا نه، میتونید از صدای گوینده ها متوجه بشین. صدای گوینده مرد یعنی به سمت مرکز شهر میرید و صدای گوینده زن یعنی دارید مرکز شهر رو ترک میکنید و ازش دور میشین. احتمالاً بدونید آب و هوای مسکو چجوریه. وضعیت آب و هوای مسکو در طول فصول سال به شکل متفاوتی تغییر میکنه. تغییرات سالانه دما اینجوریه که از ماه نوامبر تا مارس دما کاهش پیدا میکنه و میانگین دماها در این ماه‌ها متغیره. به طور کلی دمای مسکو توی این بازه‌های زمانی بین -7 تا -10 درجه سانتیگراده. از طرفی میزان بارندگی از ماه می تا اکتبر افزایش پیدا میکنه. همچنین توی ماه‌های نوامبر تا مارس همونطور که احتمالاً حدس زدین برفای زیادی میباره و معمولاً در هر ماه 10 تا 18 روز برفیه. به طور کلی مسکو داره اقلیم قاره‌ای مرطوب با زمستون‌های طولانی سرد و تابستون‌های کوتاه و گرمه. ولی خب نکته‌ای که میشه حدس زد اینه که زمستون‌ها اغلب طولانی‌ان و دیگر فصول کوتاه‌ترن. علتش هم اینه که اینجا تو منطقه قطب قرار گرفته و توی ماه‌های زمستون به خصوص ماه فوریه و ژانویه اینجا یخ میزنه. حالا بریم سراغ بخش مهم ویدئومون، یعنی هزینه‌های زندگی توی مسکو. شما میتونید با $400 در ماه زنده بمونید، اما قطعاً زندگی کردن به راحتی سخته.
حالا بیایید بودجه های تقریبی رو با هم بررسی کنیم. با حمل و نقل شروع کنیم که 2000 روبل یعنی تقریبا $35 آمریکا برای بلیت بدون محدودیت 30 روزه است. یا مثلا کسایی که کار میکنن و قرار ناهار کاری مصرف کنن تقریبا باید هزینه $115 معادل 6600 روبل روسیه رو پرداخت کنن که گزینه بسیار ارزونی هم هست. یا مثلا قیمت داروها، لباسها و کفشاتون. فرض کنید خیلی تون خرید نمیکنید و یا بیمارم نمیشین. با این اوصاف این هزینه تقریبا $52 معادل 3000 روبل روسیه میشه. این یعنی حداقل $300-400 آمریکا در ماه نیاز دارین تا فقط زنده بمونید. حالا کمی جزئی تر بشیم. برای مثال، بیمه پزشکی اجباری $6 در ماهه. هزینه ماهانه حضور توی باشگاه‌ها تقریبا $30. سینما یا کافه یا موزه های 2 هفته‌ای تقریبا $26. قیمت اینترنت تقریبا بین 7 تا $10 بین 400 تا 800 روبل در نظر گرفته میشه. یا به طرح تلفن همراه شما اضافه میشه یا برای ارائه دهنده اینترنت خونگی لحاظ میشه. یا مثلا به طور میانگین اگه 5 بار تاکسی سوار بشین در ماه میشه $30. نکته مهم اینه که طبق برآوردهای انجام شده برای یک زندگی راحت به ازای هر نفر حدود $1000 آمریکا در ماه نیاز دارین تا زندگی راحتی داشته باشین. اگه به روسیه رفته باشین، اونا یه اصطلاح معروف توی کشورشون دارن که میگن مسکو اشک رو باور نداره. این اصطلاح صدها ساله که قدمت داره و از زمان ظهور مسکو پدید اومده. اما این اصطلاح چجوری به وجود اومده؟ موضوع برمیگرده به مدت‌ها قبل توی روزهای بسیار قدیم شهرهای روسیه. ادای احترام زیادی به مسکو داشتن. مردم ناتوان در اون زمان برای جلوگیری از پرداخت یا تأخیرشون توی انجام این کار التماس میکردن و گریه میکردن تا امپراتور رو متقاعد کنن که دوباره باز پرداخت رو تمدید کنه یا مثلا مقدار اون رو کاهش بده یا اصلا کلا حذفش کنه. با این حال همه درخواستای مردم بیهوده بود، چرا که امپراتور اشک رو باور نداشته و دستور میداد تا هر درخواست کننده‌ای رو مجازات کنن. از اون به بعد بود که مسکو به شهری تبدیل شد که به اصطلاح بهش میگن اشک رو باور نداره. نکته بسیار مهمی که باید بدونیم اینه که زنان و دختران روسیه بسیار در دنیا معروفن. از طرف یکی از جالبترین حقایق در مورد زنان روسی که تو کشور روسیه و مسکو زندگی میکنن اینه که اونها انتظار رفتارهای خاصی رو از یک مرد دارن. برای مثال، مورد اول اینه که زن روسی از مرد انتظار داره که مبتکر، فعال، مسئولیت پذیر و هدفمند باشه. دوم اینکه از مرد انتظار دارن در اولین و تو هر قرار بعدی و در طول رابطه‌شون تا زمانی که اونها رابطه‌شون وجود داره و زنده هستن مرد هزینه ها رو پرداخت کنه. در واقع میشه گفت که مرد کسیه که همیشه پول غذا، خونه و قبوز اولیه رو پرداخت میکنه. یا مثلا اینکه یک زن روسی از مردش انتظار داره که تو ذهن و احساسات خودش قوی و پایدار باشه. بنابراین یه مرد میتونه از اون محافظت کنه و سطح استرس اون رو کاهش بده. مرد شونه قوی برای خانم است. فردی که هر زنی میتونه بهش تا ابد تکیه کنه. قطعا میدونیم که زنان روسی یکی از زیباترین ها از نظر معیارهای زیبایی زنان در دنیا به حساب میان. در نتیجه از لحاظ ظاهر هم باید معیارهای بسیار بالایی برای انتخاب پارتنر داشته باشن. اما برخلاف چیزی که فکر میکنید، یه اصطلاح جالب توی روسیه وجود داره که میگن زنان برای انتخاب پارتنرشون فقط به این موضوع دقت میکنن که مردشون یه لول از میمون زیباتر باشه، اما مردونگی زیادی داشته باشه. بیشک میشه گفت که این موضوع برای همه صدق نمیکنه و قطعاً زنان مختلف معیارهای مختلفی هم دارن، اما با توجه به یک چیز کلی، یک اصطلاح کلی هم گفتن. حالا با تموم نکاتی که گفته شد، نظر شما راجع به مسکو و حقایق جالب این شهر چیه؟ حتما توی کامنت ها واسمون بنویسید. مرسی از اینکه با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال ازمون حمایت میکنید و یادتون نره که با کلیک کردن روی این ویدیو به تماشای ویدیوهای دیگه کانالمون ادامه بدین.